سلام به یه ویدیو یوتیوب دیگه با من خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو هم بازم با هم دیگه آنباکسینگ داریم، اما آنباکسینگ سرهم کردنی. میز تلویزیون پرماجرا و دیربیای ما بالاخره اومده و قراره توی این ویدیو با هم دیگه بازش بکنیم و با هم دیگه نصبش بکنیم. کلا توی ترکیه هر چیزی که سفارش میده، البته فکر کنم غیر از ایران همه جای دنیا وقتی که وسیله های سرهم شدنی مثل کمد، مثل مبل، مثل تخت سفارش که میدی، همشون به صورت باز برات میان، باز درونه بسته میان و خودت باید توی خونه سرهم کنی، پیچاشو ببندی. تمام پیچا و قطعات وسایلی که سفارش میدیم اینجا معمولا به صورت باز سرهم نشده، به صورت کلمه فارسیش میاد و خودتون باید سرهم کنید. تمام پیچ و مهرایی هم که لازم داشته باشه رو بهتون میدن خودشون و فقط باید ابزار سرهم کردنش رو خونه داشته باشید که بتونید سرهمشون بکنید. اگرم ابزار نداشته باشید، معمولا جاهایی که سفارش میدی خدمات نصب و سرهم، خدمات خدمات مونتاژ هم دارن و اگر ازشون بخواید و بگید که آقا مثلا من وسایلشو ندارم خونه که بخوام خودم پیچا رو ببندم یا هر کار دیگه‌ای بکنم و سرهم بکنم، مونتاژ بکنم وسیله رو، درخواست میدید، براتون یه شخصی رو میفرستن که بیاد براتون اونو مونتاژش بکنه. ولی ما معمولا چون خودمون همه وسایل و ابزار خونه داریم، همیشه همون چیزی که پس میاد خودمون تو خونه مونتاژش میکنیم. بریم با هم دیگه میز تلویزیون رو مونتاژ کنیم و تلویزیون رو بذاریم روش ببینیم چه جوری میشه. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب شروع کنیم آنباکس این میز تلویزیون جنجالی رو. چنل رو سابسکرایب کنید، کلی ویدیو داریم تو چنل. بریم این ورتر، چاقو رو تا تش میگیری بکشه. میز تلویزیون رو ما از آیوزبیر سفارشش دادیم. تقریبا فکر کنم 35-40 روز طول کشید تا بیاد. این از اطلاعات اولیه در موردش و اینکه کلا گفتن که این حالت نرمالشه که 35-40 روز طول بکشه تا بیاد. البته 30 روز گفتن نرماله، 30 روز رد بشه بعدا میتونید زنگ بزنید بگید که آقا چرا نیومده، چرا دیر کرده و این حرفا. این از بسته بندیش، پایه هاشه یا نه چسبیده بهش. چرا اینو کجه؟ هنوز فیکس نشده توش یا مدلشه یه تمام قطعات خودشون بهتون میدن. شما فقط لازمه که اینا رو به هم وصل بکنید و میز رو بسازید. بریم که سرهمش بکنیم، براتون ویدیو میگیرم در طول سرهم کردنش و نهاییش رو هم ببینیم با هم. با همه وسایلی که به این صورت میان معمولا یه برگه هست یا اینکه یه بارکد براتون میذارن که اسکنش بکنید، میره توی یوتیوب و ویدیوهای آموزش نصبش رو بهتون نشون میده. معمولا ولی یه کاغذ میذارن که آموزش نصب و راه اندازی اون وسیله هستش و میتونید به کمک اون و وسایلی که بهتون میدن سرهمش کنید. خب ما تا اینجای کارش رو مرتب کردیم، گذاشتیم کنار هم، ولی به یه مشکل خوردیم که لپتاپ و وسایلی که می‌خواستیم توی این جاهاش بذاریم سایزاش نخورد به لپتاپ ما. مجبور شدیم یه مقدار می‌خوایم دیزاینش رو عوض بکنیم. احتمالاً اون دوتا کمداشو بذاریم یه طرف، بخش دکوریشو بذاریم یه طرف کلاً و ببینیم که چی میشه.
واقعا نصبش کردیم با 1001 جور کلک رشتی و اینجور داستانا نصب شد، چون یه سری اتفاقا افتاد که بعدا براتون توضیح میدم. ساعت 12:30 یک نصف شبه و دیگه خسته شدیم از درست کردنش. یه سری کمبودها و اضافه بودها داره. این قسمت رو خودمون، این قسمت رو عمدن وصل نکردیم اینجا رو برای اینکه لپتاپ بتونیم بذاریم. اون حالت قرینگیشو میز یکم از دست داد. بقیه توضیحاتشو بعداً بهتون میدم. خسته شدیم، ساعت 1 نصف شب میخوایم بریم بخوابیم. فعلا ادامه ویدیو رو یه روز دیگه براتون کامل وقتی نصب کردیم همه چی نشست سر جاش، قشنگ یه صندلی میذارم جلوی میز تلویزیون، میشینم براتون ادامه ویدیو رو میگیرم و براتون توضیح میدم و اگر چیز دیگه لازم بود بهتون میگم. در کل فعلا تا همینجا میز رو بپذیرید.